سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. به آخرین قسمت از فصل نقدینگی خوش اومدید. هرچند که نقدینگی های ما تمام نشده، در فصل های آتی در رابطه با نوع دیگری از نقدینگی ها که کمتر جایی بهش توجه کردن با هم دیگه صحبت میکنیم، مثل سل سایت، بای سایت لیکویدیتی، تله های نقدینگی اسمارت مانیکار، زنجیره های نقدینگی. با اینها هم در رابطه با اینها هم در ادامه صحبت میکنیم. اما آخرین قسمت ما در رابطه با خلأ نقدینگیه. خلأ نقدینگی چیه؟ ببینید، کلا قیمت دوست داره بعد از اینکه یک سری حرکات مومنتوم دار رو در بازار انجام میده، بعدش فضای خالی توی چارت به جا نذاره و بیاد اون فضای خالی رو پر بکنه. به این فضاهای خالی ما میگیم خلأ نقدینگی. مثل کجا؟ این یه تیکه رو ببینید، باز بشه. مثل این قسمت که این فضای خالی توی این حرکت پر شده، فضای خالی این ناحیه، این فضای خالی، ما به این فضاهای خالی میگیم خلأ نقدینگی که بعداً توسط قیمت برای ما پر میشه. یعنی ما اینطوری میتونیم در نظر داشته باشیم که بعد از یک سری حرکات شارپ، مثلا اینجا نگاه بکنید، قیمت میاد و این تمام فضاهای خالی رو پر میکنه، یا حتی یا توی پول بکش بخوایم نگاه بکنیم، اینجا این نواحی و این نواحی، مجددا اینجا حرکت رو به بالایی که زده، این فضای خالی، این فضای خالی، همگی توسط قیمت پر شدن. خب حالا با این خلأ نقدینگی ما چه کار داریم و چه استفاده میتونیم ازش بکنیم؟ در فصلهای آینده راجبش متوجه میشید. خب این هم از بحث خلأ نقدینگی، چیز خاصی نداره، طولانی نکنیم این ویدیو رو. پس بچه ها بریم سراغ قسمت آخر. قسمت آخر میشه بحث تمریناتتون، تمریناتی که بهتون داده میشه روی ارزهایی که براتون مشخص کردم، تایم فریم هایی که براتون مشخص کردم. قشنگ پوشه بندی بکنید. فرضاً مثلا جفت ارز یورو دلار رو که دادم، تایم فریم 4 ساعته، 15 دقیقه، 1 دقیقه، حالا هر تایم فریمی که داره توی بحث تمرینات، هر جفت ارز رو پوشه بندی بکنید. عرضم به خدمتتون که تایم فریم ها رو پوشه بندی بکنید. هر عکس تایم فریم رو داخل پوشش بذارید و اون پوشه ارز رو زیپ بکنید و برای بنده یا حالا سایر منتورهای پشتیبان توی تلگرام بفرستید که تمریناتتون بررسی بشه و اگر اشکالی دارید وبینار اون فصل براتون برگزار بشه. پس با دقت تمرینات رو انجام بدید تا جایی که میدونید این چند قسمت رو مجددا 2 بار، 3 بار، 4 بار ببینید. فصل نقدینگی خیلی مهمه، به شدت برای ما کاربردی نقدینگی. توی ستاپ های تایپ 2 برای ما فوق العاده کاربرد داره، توی ستاپ تایپ 1 خیلی کاربرد داره و در کل نقدینگی بحث بسیار مهمی هست. پس حتما جدی بگیرید و تمرینش بکنید. موفق باشید.